پشتی که شورش سوریه دست بکر سال 2011 تا وکه ایرو به صدان جوانین کردین روجاوای کردستانی دلشگریا رژیم سوریه دا واندا شهید ترور بونه د چارچوبه گوهرتنین کو شورش درخصنه هولی جسد من جدا جدا وکرت کرنا بریارن فرماندهین لشکریین رژیم بکشتنا سویلان انگو حولین وقتاندنه گلک جوانان پیوندیل گلوان حتا برین و چارن ویساوان ندیاره. اوه 4 سالن جوانگی روجاوای کردستانی لشکریا رژیم سوریه ده پیوندیا مالباتا وی پیراحتیا برین جوی دمید و تاوکونها تزانیارید سروی تونیا. جوان کردی بناوی دجوار حسین عثمان لشکریا رژیم سوریه لپارزگاه گندوار شاما پایتخت سوریه لفرقه دهان یا لدورا قطنا سال 2014 دکر جروجا 8 ماه 11 و پیوندیا مالباتا وی پیراحتیا برین وجوی دمی و تنها توزانیاری لسر توننو چارن ویساوی ندیاره. لگوری کجه درگیج مالباتاوی اشکره کرد. عثمان ده همان روژه ده دریا تلیفونی ده پیوندیل گل مالباتا خوکر بو وجوان را گوتو بو گو رژیم بریوا دایا شریط طبقای او پیوندی بو داوی ترین پیوندی کو مالباتا دجوار دنگیوی کر. دجوار حسین عثمان جگونده باکروانی یا سربنافچه آلیان ویا جدای گوی سال 1990 مالباتا دجوار دو پیلا پنابری یا کردین روجاوای کردستانی ده بو هریما کردستانی لکامپا دومیز یا پنابرین روجاوای کردستانی نشته جیبویه. بازاران جوانین روجاوای کردستانی ده سالین بوری ده جلشکریا رژیم سوریه یا نچار وجبر کریارن وی دی جملت سوریه رویانه و بصدان جوان واندانه مالباتین وان نزانن تا وکا ایرو اگر هین لشکریا رژیم دکن یانجی زندان کرینه دلیوان بو کله ببرینه. بهویا کو روژه که دنگ زاروین خبکن دلو جان و چاوین وان بندوارن.